بینندگان عزیز صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی را میبینید. امروز پنجشنبه 16 ینور است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. برنامه را با خبرهای آخری تاجیکستان شروع میکنم. صبح امروز کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان برای خبرنگاران داخلی و خارجی نشستی خبری دایر کرد. پس از پیشبری نامزدها به وکیلی پارلمان تاجیکستان که ماه مارس دایر می شود، این نخستین نشستی خبری نهاد ناظری انتخابات تاجیکستان است. احتمال می رود در این نشست مسئولان کمیسیون انتخابات و رایپرسی در مورد نتیجه های پیشبری نامزدها ابراز نظر کنند. قبل از این برخی از حزب‌های تاجیکستان شکایت کرده بودند که مقامات در ثبت نام نامزدهای آنها با انتخابات پارلمانی مانع ایجاد می‌کنند. از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شکایت دارد که مقامات محلی در بعضی از ناحیه‌ها هنگام تهیه سندهای نمایندگان این حزب به کمیسیون مرکزی انتخابات مانعه‌هایی به گفته او حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. رحمت الله زائروف این وضعیت را مناسبت نفرت انگیز و و حقوقی نامیده است و میگوید در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی عریضه شکایتی نوشت. اما مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفتند در این باره نامه نگرفتند. انتخابات وکیلان پارلمانی تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در نظر است. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با احمد زیا سراج رئیس ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در شهر دوشنبه دیدار و ملاقات کرده است. آژانس اطلاعاتی اینترفاکس در این باره خبر داده گفته است احمد زیا سراج روزهای 14 و 15 ینور با یک سفر کاری در تاجیکستان قرار داشت و ضمن ملاقات جانب‌ها از آن ابراز نگرانی کردند که قلمرو افغانستان با دخالت قوه‌های معینی تخریبکار بین‌المللی با میدان حرب و ضرب تبدیل یافته است. این حالت باعث ایجاد خوف و خطر برای کشورهای همسایه نیز میباشد. دو مقام بلندپایه آمادگی خود را برای باز هم عمیق‌تر گردانیدن همکاری‌ها برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان افغانستان در سمت‌های مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر تاکید کردند. در پایان این ملاقات احمد زیا سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان از سیمومین یتیموف همتای خود دعوت کرده است که در فرصت مناسب به افغانستان سفر کاری انجام دهد. این دعوت از سوی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان پذیرفته شده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامزدی رئیس خدمات فدرالی انداز میخائیل میشوستین را به مقام رئیس حکومت نو این کشور به دومای دولتی پیشنهاد کرد. میشوستینی 53 ساله از سال 2010 به این سو رئیس خدمات فدرالی انداز روسیه است. او در گذشته در بخش سرمایه‌گذاری کار کرده یک مدت معاون وزیر عاید به انداز و جمع آوری آن بود. مجله فوربس همسر او را با 160 میلیون روبل درآمد سالانه برای خط ثروتمندترین همسران منصبداران شامل کرد. حکومت روسیه 15 ینور بعد پیام پوتین به شورای فدرالی به استعفا رفت. پوتین در پیامش تغییر و علاوه ها به کنستیتوسیون روسیه را پیشنهاد کرد که نظام سیاسی این کشور را کلاً تغییر خواهد داد. از جمله خواست صلاحیت ها به نفع پارلمان و شورای دولتی که حالا هیچ صلاحیتی واقعی ندارند باز تقسیم شود. پیشنهاد شد به وکیلان دومای دولتی حق تصدیق اعضای حکومت داده شود. همچنین محدودیتی بیش از 2 دوره انتخاب شدنی یک شخص به مقام پرزیدنتی بیکار شده به شورای فدرالی اجازه داده شود دادرس‌های دادگاه‌های کنستیتوسیونی و عالی را برکنار و تعیینات رهبران نهادهای قدرتی را نظارت کنند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادره دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و ایمو با ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور می‌شوم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام‌ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. امریکا و چین روزهای چهارشنبه 15 ینور مرحله اولی سازشنامه را برای کاهش برخی از ترافه‌های تجارتی بین دو کشور امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای سازشنامه گفته است که من فقط می‌خواهم بگویم که این یک روز بزرگ برای چین و آمریکا است. این یک سازشی است که مردم تقریبا از 40 سال به این سو درباره آن سخن می‌گفتند ولی هیچ گاه نتوانستند حتی یک ورق را در این باره امضا کنند.
دونالد ترامپ این سازش ابتدایی را یک دیگرگونی اساسی در تجارت جهانی خواند. پرزیدنت آمریکا در ادامه تاکید کرده است که تهدید برای جاری کردن ترافه‌های 25% بر 250 میلیارد دلار محصولات چینی تا زمان امضای مرحله دوم این توافق پابرجا خواهد ماند. ترامپ گفت ما تهدید به افزایش ترافه‌ها را زنده نگاه می‌داریم، زیرا در غیر صورت کارت برای فشار در مذاکرات به طرف چینی نخواهیم داشت. لیو خی معاون اولی نخست وزیر چین هم در این مراسم نامه سی جین پین رئیس جمهور چین را قرائت کرد. رئیس جمهور چین از امضای این توافقنامه همچون سرآغاز برای حل و فصل اختلافات تجارتی از طریق مذاکره یاد کرده است. در بخش اصلی این سازشنامه چین عهدهدار شده است که 200 میلیارد دلار بیشتر محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای آمریکایی را تا سال 2021 خریداری کند. کاخ سفید عهدهداری‌های چین را گفته است. کاخ سفید گفته است عهدهداری‌های چین شامل خرید 54 میلیارد انرژی، 78 میلیارد محصولات تولیدی، 32 میلیارد محصولات کشاورزی و 38 میلیارد خدمات خواهد بود. لیو خی در این مراسم گفته است شرکت‌های چینی بر اساس شرایط بازار سالانه 40 میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رایترز این توافق در حال پس از جنگ تجارتی 18 ماهه بین دو کشور امضا شد که هنوز برخی از اختلافات بین دو قدرت اصلی اقتصادی جهان حل و فصل نشده است. طبق این گزارش واشنگتن و پکین بر این باور هستند که پس از ماه‌های مذاکره امضای مرحله اول این توافقنامه قدمی به پیش است. کانادا میگوید مفتشان این کشور از مکان سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ شرکت هوایی اوکراین واقع در کنار شهر تهران بازدید به عمل آوردند. روز 15 ینور وزارت نقلیات کانادا اظهار نمود که تا هنوز مفتشان به آموزش ثبت گفتگوها و نشاندادهای تجهیزات هواپیمایی سرنگون شده امکان نیافتند. هواپیمای خط‌سیر تهران کیف صبح 8 ینور از آتش کمش یک موشک ایرانی سرنگون شد و 176 سرنشین آن به هلاکت رسیدند. در بین قربانی ها 57 نفر شهروندان کانادا بودند. زمانی که اختلاف مصر و ترکیه دو کشور نیرومند خاورمیانه رو به افزایش است، مقامات مصر در شهر قاهره اداره خبرگزاری دولتی انادولوی ترکیه را تفتیش نموده 4 خادم آن را بازداشت کردند. بازداشت شده ها یک ترک و 3 نفر دیگر مصری بودند. تفتیش 15 ینور صورت گرفته است. ترکیه این عمل را با لحن شدید محکوم کرده خواسته است که بازداشت شده ها فوراً آزاد گردند. فعلا ترکیه و مصر در نزاع لیبی از دو طرف مخالف پشتیبانی میکنند. ترکیه حامی حکومتی از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده است و مصر پشتیبانی ژنرال خلیفه حفتر. یک گروه از ساکنان قرقیزستان در نزد بینای پارلمان در شهر بشکک دست به تظاهرات زده حل مشکلات مرزی و آزادی 4 شهروند را طلب دارند که در نتیجه نزاع‌های اخیر در مرز با تاجیکستان دستگیر شدند. بکنظر ایتلیف رئیس سازمان مرز گفته است تظاهرگران 8 طلب دارند. پرزیدنت باید مشکل مرز را مطرح کرده ساکنانی از منطقه‌های آمده را به حضور پذیرد. ساکنان غیر قانونی بازداشت شده را آزاد برای حمایت ساکنان نزد مرزی گروه‌های مردمی تشکیل و شماره مرزبانان و تکنیک‌های نظامی را در مرز بیشتر کند. همچنین معاون سروزیر قرقیزستان جنیش رزاقوف را سبکدوش نماید اظهار داشت. او شب 10 ینور در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نزاع سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده ساکنان نزد مرزی به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتایی کردند. با اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. ساکنان محلی روز 11 ینور تا نصف روز راه ماشینگرد اوش بادکند اصفهان را بسته رهایی بازداشت شدگان را طلب کردند. جنیش رزاقوف روز 14 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اوید به حل مسائل مرزی در اصفهان شرکت داشت. او رهبر هیئت قرقیزستان در این مذاکرات است. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تعیین شده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 80 درم و 1000 روبل روسی 157 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می‌شوند. ما را همراهی کنید.